تعلیمات اسلام از چه عبارت است؟ آنچنانه که یهودیان باوری دارند که عهد قدیم از جانب خداست و مسیحیان باوری دارند که عهد جدید نیز الهی است. مسلمانان نیز قرآن را کتاب مقدس می‌حسابند. آنها می‌گویند که کتاب به 114 سوره تقسیم می‌شود و ایاهایی هستند که به محمد نازل شدند. آنها را بعد از وفات محمد پیروانش جمع نمودند. برای مسلمانان قرآن آخرین وحی خدا به جهان است. در آن گفته می شود که عهدهای قدیم و جدید الهام الهی دارند، اما آنها را مسیحیان و یهودیان تعریف نمودند و اگر آنها از یگان جهت موافقت نکنند پس کتاب مقدس خطا میکند و قرآن آبروی بلندترین دارد. اسلام به 5 رکن ایمان تکیه میکند. یکم، اعتراف ایمان کلمه شهادت است. غیر از الله خدا نیست و محمد پیغمبر اوست. مسلمانان این سخن را هر روز تکرار میکنند. رکن دوم، هر روز 5 مرتبه رو به مکه نماز خواندن. سیوم، زکات برای احتیاجمندان دادن 1/40 درآمد. چهارم، روزه گرفتن روزانه در ماه رمضان. پنجم، حج نمودن به مکه که برای هر مسلمان 1 مرتبه در زندگی حتمی است. به طور غیر رسمی رکن ششم جنگ مقدس است که مقصدش پهن نمودن اسلام می باشد. از 7 احکام اولین ایمان به خدای یگانه است. دوم، باور به فرشته ها. سوم، باور به کتاب های خدا اگرچه عهد قدیم و عهد جدید انیق حسابیده نمی شوند. نقل ها، حدیث ها، آیدی گفته ها و عمل های محمد مهم حسابیده می شوند، اما قرآن تماما به خطا اعتراف می شود. اسلام به پیغمبران باور دارد. دگمه چهارم که بزرگترین آنها محمد است، چون که الله او را به تمام جهانیان فرستاده بود، برخلاف مثلا عیسی که تنها به یهودیان فرستاده شده بود. تأکید کلام به قیامت احکام پنجم کرده می شود که آن وقت هر کس موافق اعمال خود داوری خواهد شد. مسلمانان به بهشت می روند اگرچه بعضی ها باید از گناه ها پاک کرده شوند. کافران باشند به آتش ابدی محکوم کرده می شوند. خدا برای مسلمانان مطلق است و سخن او قانون او از جهت شخصی درک نشونده است و بنابر این مقصد نه درک نمودن خدا بلکه به او اطاعت کردن می باشد. سلام برادران و خواهران، اگر کلیم معقول شده باشد پادپیسات حرکت لایک فراموش نکنید. اگر پادپیسات حرکت لایک مانید عینه من به شما پیشکی رحمت.